حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی و تنتون سلامت باشه. به یه ویدیوی دیگه تو چنل من خوش اومدین. امروز میخوام باهاتون در رابطه با مسابقات شتاب یا همون مسابقات درک صحبت کنم و چیزایی که اطلاع دارم و با شما هم به اشتراک بذارم. بعد قبل از همه چی بگم که امیدوارم که ویدیو قبلیمو دیده باشین، دوست داشته باشین و یه معذرت خواهی میکنم بابت صدای، ان شاءالله از دفعه‌های بعدی درستش میکنم. برگردیم سر موضوعمون. میخوام بهتون بگم که چرا اصلا درک بین مردم انقدر جذابیت داره، قوانینش چیه و از کجا شروع شده. بریم خب بچه ها، یه تاریخچه بخوام در رابطه با درگ بهتون بگم. درگ ریسینگ در ابتدا در خشکزارهای درای لیکس تو جنوب کالیفرنیا شکل گرفت. در دهه 1930 میلادی جوونا بین خودشون با ماشینای حالا یه ذره آپدیت شده تو اون زمان خودشون مسابقه برگزار میکردن. بعد از جنگ جهانی دوم کسایی که کار با ماشینالات و ابزار اینا رو بلد بودن با شور و شوق بیشتری به این سرعت برگشتن. اولین مسابقات رسمی تو سال 1949 در پایگاه هوایی گولتا در کالیفرنیا برگزار شد. در سال 1950 میلادی هم اولین پیست تجاری در سانتا آنا راه افتاد، یعنی اولین پیست اختصاصی برای مسابقات درگ. در سال 1951 سازمان NHRA که حالا مخففش رو این زیر براتون می‌نویسم چی میشه، توسط شخصی به نام والی پارکس تأسیس شد تا قوانین مسابقه و ساختار و ایمنی رو شکل بده. طراحی‌ها تغییر کردن، ماشین‌ها به سمت بدنه سبک‌تر و موتورهای اصلاح شده رفتن، سیستم استارت، تایمینگ، ایمنی تغییر کرد. شخصی به نام دان گارلتز در تاریخ درک بابت نوآوری‌هایی که داره معروف شد. حالا اونایی که نمیدونن میپرسن مسابقات درک اصلا چی هستش، چطور برگزار میشه؟ مسابقات درک یعنی اینکه تو مسافت تعیین شده کمترین زمان شما خودتون رو به خط پایان برسونین توی مسیر صاف. تو مسابقه درک مهمترین چیز و اصلی ترین چیزها قدرت موتورتون هستش، شتاب اولیه و ثانویه هستش، بعد اینکه آیرودینامیک و تعویض دنده هستش، انتقال قدرت و لاستیک ها هستن و ده ها چیز خیلی مهمتر که باعث میشه که شما توی ثانیه صرفه جویی کنین، چون توی درک تایم زیادی نیستش که حالا از استارت تا پایان مسابقه رو میرین و حتی 1 ثانیه هم برای شما مهمه و اون میشه که تایمتون رو تعیین میکنه. و اینکه درک تایم ها و مسافت های مختلفی داره. حالا تو مثلا 1 و 2 یا 1 و 4 مایل که همون 400 متر یا 200 متر برگزار میشه. حالا من توی یه سری مقاله ها خوندم که 800 متر هم هستش، ولی حالا من در رابطه با همین 400 متر و 200 متر صحبت میکنم که حالا توی ایران، توی تهران، سرزمین ایرانیا یا همون آیلند مسابقات 400 متر درک برگزار میشه و توی پیست آزادی به خاطر حالا مسافت، حالا پیست چون کوچیک‌تره، مسابقات 200 متر برگزار میشه. و حالا توی این مسابقات به علاوه اون چیزایی که گفتم خیلی مهمه برای شرکت کردن که حالا همون قدرت موتور که میتونه باشه، اون تیونرای عزیزی که ماشین رو جمع میکنن، خیلی مهمه که چجوری ماشین رو جمع کردن و چه توانی از ماشین گرفتن. اینکه یک راننده حرفه‌ای باشی و بتونی موقع مسابقه ریاکشن درست داشته باشی، لانچ درستی بکنی بدون هرز و اینکه پاور شیفت، یعنی تعویض دنده، پاور شیفت همون تعویض دنده میشه، تعویض دنده سریع و درستی داشته باشی، بهترین تایم رو بهتون میده. یعنی جمع همه اینا با هم میشه که تو یک راننده خوب با یک ماشین خوب میتونه یه تایم خوب بزنه. خب بچه‌ها، میرسیم به قوانین و مقررات مسابقه درک. قبل از اینکه بخوام شروع کنم بگم، شاید واسه خیلی از سوال پیش بیاد که حالا تو که خودت داری راجع به این چیزا حرف میزنی، حالا یا توضیح میدی، چرا خودت تا حالا شرکت نکردی یا اصلا تا حالا شرکت کردی؟ راستیتش من اون موقعی که 206 توربو داشتم خواستم شرکت بکنم مسابقات درگو، ولی کلاس بانوان چون موتوراشون استاندارد بود، حالا به اصطلاح میگن استاندارد، یه تغییرات خاص خودشو داره، تا یه حدی میتونن یه سری سواپ یا تغییرات انجام بدن.
من نمیتونستم با ماشینم با اون موتوری که داشتم، حالا با اون تقویتی که کرده بودم توی کلاس بانوان شرکت کنم. میتونستم توی کلاس آقایون شرکت کنم، ولی به شرط اینکه ماشینم بدم دست حالا برادرم یا حالا یه ایکس یه ایگرگی که بتونه فقط با ماشین من تایم بزنه. یعنی خود من نمیتونستم رانندگی بکنم. چرا؟ چون خانوم بودم و من تصمیم گرفتم که کلا اصلا شرکت نکنم و مسابقات درگم من جور دیگه‌ای برگزار کردم که حالا اونجوری که من بالاخره مسابقات درگ خیابونی میدادم پیشنهاد نمی‌کنم برای خیلیا. باعث حالا امکان داره که جون خیلیا رو به خطر بندازین، جون خودتون رو به خطر بندازین. پیشنهاد میکنم که اگر میتونین یا حالا علاقه دارین از راه قانونی تو پیست شرکت کنین و حالا تجربه به دست بیارین، حرفه‌ای تر شین و پیشرفت کنین. برگردیم به بقیه موضوعمون، قوانین و مقررات مسابقه. اولیش میشه شروع یا همون استارت که با چراغی که به اصطلاح بهش میگن، حالا شاید خیلیاتون هم ندونین، کریسمس تری. اسم چراغش هست کریسمس تری که شامل 3 چراغ زرد هستش، 1 چراغ سبز و 1 چراغ قرمز. 3 چراغ زرد برای حالا آمادگی هستش و زمانی که چراغ سبز میشه شما باید استارت داشته باشی، یعنی یه لانچ کنی، یه ریاکشن خوب، یه استارت خوب داشته باشی و زمانی هم که از خط پایان بگذری چراغ قرمز روشن میشه. حالا جدا از این کریسمس تری که براتون چراغ‌های مسابقه‌ای که براتون توضیح دادم، میرسیم به تایمینگ و تجهیزات زمان ثبت که سنسورهایی تعبیه شدن توی خط استارت و خط پایان که تایم دقیق شما رو میگیره. یعنی سنسورهای دقیقی هستن که زمانی هم که تایم گیری میشه روی اون تابلوهایی که حالا اول استارت خورده تایم مشخص شما رو با ریاکشنتون اونجا ثبت میکنن. با اجازهتون من یه ذره از این بخورم. کف کردم خدایی. بعد ادامهش میرسیم به دیگه چی میخواستم بگم؟ دیکالیفیکیشن یا خارج شدن از قوانین. مثلا شما اگر زودتر از استارت حرکت کنی که به اصطلاح میشه جامپ استارت کردن، حذف میشی توی اون مسابقه. و اینکه مثلا ماشین در حال حرکت کردن، اتفاق رایجی که واسه خیلی امکان داره بیفته، دنده ماشین جا نره، یا مثال ماشینت حرکت ناامنی داشته باشه، از خط خارج بشه، یا نقص فنی برای ماشینت پیش اومده باشه، شما اون مسابقه رو حذف میشی، احتمال داره که دیکالیته بشی به اصطلاح. بعد به قسمت بعدی که میرسیم به قسمت ایمنی که خیلی مهمه که شما این چیزایی که من میگم رو رعایت کنیم و داشته باشیم برای شرکت کردن توی مسابقه درک. اولیش کلاه ایمنی هستش، کلاه مسابقه. دومی تولوم یا همون لباس مسابقه ضد حریق هستش. کمربند 5 نقطه، دستکش. داخل ماشینتون باید رول کیج داشته باشین. بعد اینکه سیستم اطفای حریق داشته باشین، تایر مناسب و سیستم ترمزگیری. اینا جزو چیزایی هستش که باید حتما توی مسابقه درک رعایت بشه تا بتونیم شما شرکت بکنید. در بعضی کلاس ها ماشین باید وزن مشخصی داشته باشه، یعنی از یه حدی کمتر شما نمیتونید ماشین رو سبک کنین. حالا سبک کردن به اصطلاح چیه؟ شما زمانی که میخواین مسابقه درک شرکت بکنین ماشین رو سبک سازی میکنیم که حالا اون ماشین شتابگیری بهتری داشته باشه، ولی شما تا یه اندازه‌ای که اون مسابقه اون قانونی که داره بهتون اجازه میده بر حسب حالا موتورتون و کلاسی که شرکت میکنین باید وزن مناسب خودشو داشته باشه. یعنی اگه بیاین ماشین رو سبک سازی کنین، حالا سبک سازی چی میشه؟ میشه مثلا تاقچه ماشین رو بکنین، داشبوردش رو بکنین، کف ماشین و صندلیاش و زاپاس ماشین رو در بیارین، چه میدونم رودریا، سقف و ستون همه رو بکنین. اینا همه میشه سبک سازی کردن. ماشینتون اگه از یه حجمی هم که اونا میخوان، مثال دارم میگم، مثلا میگم اگه از 1 تن، مثلا یه 200 رو حساب کنین، اگه از 1 تن کمتر باشه باید وزنه بذاری تو ماشینت تا به اون 1 تن برسه و شما بتونی شرکت کنی. حالا این وزن بر اساس کلاس و قدرت ماشینه که بهت میگن ماشین شما باید چقدر وزنش باشه. بعد مرحله بعدی میرسیم به این که مسابقه درک توی 2 روز برگزار میشه. یعنی توی این سالها که من در جریانم همیشه پنجشنبه و جمعه بوده. روز پنجشنبه روز تایم گیری و بازرسی فنی ماشین هستش، یعنی ماشین چک میشه، شما تایم گیری میکنین
و بر حسب اون تایمگیری که شده روز جمعه شما مسابقه میدین و دیگه روز جمعه هر اتفاقی که بیفته. اینم بهتون بگم که تا جایی که من میدونم روز پنجشنبه ریاکشن مهم نیستش، چون روز اصلی مسابقه نیستش. ریاکشن یعنی چی؟ یعنی شما اون زمانی هم که حتی چراغ سبز میشه راه میافتین، اون ریاکشنی که راننده داره خیلی مهمه. روز جمعه این ریاکشن حساب میشه و روی تایمی که شما زدین تأثیر داره. ولی روز پنجشنبه چون روز تایم گیری هستش، ریاکشنتون اگر حالا مثلا زمانی که چراغ سبز شد دیرتر باشه یا دیرتر راه بیافتین تأثیری نداره، ولی روز مسابقه تأثیر داره. اینم یادم رفت بهتون بگم، در آخرم اگر کسی فکر کنه که رقیبش قوانین مسابقه رو نقض کرده جای اعتراض داره، یعنی میتونه اعتراض بزنه و اون ماشین طرف دوباره بازرسی فنی بشه، یعنی چک بشه از نظر فنی. در آخر میخوام در رابطه با درگ ایران، حالا بهتره بگم تهران، باهاتون صحبت کنم. اوایل درگ به طور غیر رسمی برگزار میشد تا زمانی که حالا علاقمندان اون محل اومدن سازمان‌هایی رو تشکیل دادن که مسابقات درگ به طور رسمی برگزار شه. اگه اشتباه نکنم، حالا طبق این که من یه جای خونده بودم، نوشته بودش که اولین مسابقه درگ توی تهران سال 1384 توی پیست آزادگان برگزار شد. که حالا فکر میکنم من اون موقع 7-8 سالم بیشتر نبود و حالا خود من اولین باری که یه مسابقه درگ شرکت کردم و از نزدیک دیدم مسابقه رو، اگه اشتباه نکنم سال 2017 یا سال 2018 بود. اون مسابقه‌ای که ته همت برگزار شده بود، حالا خیلی ها میدونن، آقای سامان خنجری و آقای محسن فرهمند با اون BMW توین توربو بزرگ شرکت کرده بودن. اونجا زمانی بود که دیگه من خوشم اومد از مسابقات حالا درگ. امروز در رابطه با درگ صحبت میکنم، اگه نه من از اون سال به بعد مسابقات درگ، مسابقات ریس و حالا اون تعداد کمی که مسابقات دریفت برگزار شده رو رفتم و حالا همه رو نگاه کردم. و اون زمانی هم که من اولین بار مسابقه درگ همین ته همت رو رفتم، نه پیت استاپی داشت، نه بوفه‌ای داشت، نه برگزاری خاصی داشت. خیلی برگزاری رو هوا بود همه چی. الان خب خیلی همه چی قشنگتر شده. سکوی تماشاچی‌ها دارن، 2 تا پیست داریم، 200 متر تو آزادی، 400 متر تو سرزمین ایرانیان یا همون آیلند. حالا دیگه تماشاچی و بیننده کلی میاد و تجهیزات خاص خودشونو دارن، تیم دارن و اینا. و اینکه دیگه حالا از اون سال به بعد من تا زمانی که ایران بودم مسابقه ها رو همه رو میرفتم نگاه میکردم و خب علاقه داشتم. بعد اینکه حالا کلاس بندی، آخرین مبحثی هم که بخوام بهتون بگم، کلاس بندی مسابقات بین المللی درگ حالا مثلا شامل تاپ فیلد درگستر میشه یا پرو استوک یا فانی کارز یا پرو مودیفاید. حالا توی ایران فرق میکنه. کلاس بندی ماشینا حالا مسابقه دادنشون توی همین مسابقات درگ شامل کلاسای مثلا کلاس 206 اختصاصی، کلاس آزاد، کلاسش 4 و 6 سیلنده مثلا اتمسفر دیفرانسیل جلو، کلاس 8 سیلنده اتمسفر دیفرانسیل عقب، کلاس مثلا 4 و 6 سیلنده توربوی مثلا جلو. کلاسای مختلف داره دیگه. حالا ببخشید میگم دیگه، من همینجوری تو حالت عامیانه دارم حرف میزنم، همه رو میگم. جسارت به کسایی که اسطوره این کارن و بلد این کارن نباشه. من در حد یه دختر 26 ساله‌ای که خودش تجربه داشته، حالا رفته دیده و یه سری اطلاعات به دست آورده، امروز اومدم صحبت کردم و الان هم میخوام باهاتون خداحافظی کنم. ممنون که امروز تا آخر ویدیو همراه من بودین، ممنون که سابسکرایب میکنین، ممنون که لایک میکنین، کامنت انگلیسی میذارین. اگر نظری دارین از صحبت‌های من خوشتون اومد، حتی درصدی برای کسایی که بخوان این رشته رو شروع بکنن، حالا یا سنشون پایینه، جوونن، اطلاعاتی ندارن، این ویدیو بهشون کمک کرده، ممنون میشم بیاین بگین که دوست دارین دیگه در رابطه با چه چیزایی از مسابقات ماشینی یا حالا لایف استایل ماشین بازی یا هر چیز دیگه‌ای که از توان من بر بیاد بهتون توضیح بدم. خوشحال میشم برام توی کامنت انگلیسی بنویسین و منم براتون ویدیوشو بسازم. تا درودی دیگر.